بنازم ماشاءالله ماشاءالله بنازم ماشاءالله नीलिया तो कुछ तेरी बागे रखना कलर की मुखड़ा लगा के रखना नीलिया तो कुछ तेरी बागे रखना دوستان سلام و عرض ادب خدمت همگان خوشحالم که دارید توی دومین ایونت سرور یعنی ایونت اسکوید گیم پلی میدید امیدوارم کسایی که واقعا لایق رنک وی پلاس 1 ماه هستن بهش برسن انشالله. آقا ایونت دو تا برنده داره دو تا وی پلاس 1 ماه به برنده ها تعلق شرایط برنده شدن چیه الان بهتون میگم توی بیشترین بازی یا توی همه بازی ها باید برنده مسابقه بشه در غیر این صورت بهش تعلق نمیگیره خودم در آخر صدات خیلی کمه دوست عزیز صدات کمه یکم بلندتر داد بزن دلم گرفت اصلا اصلاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه ما دایی نبود مدلم تکبری بود آقا بازی اول همون توی سریال هم گرین لایت رد لایت هست اگه اون ور خط قرمز باشید میمیرید اوکی باسید آقا Happy birthday. با شمارش 3 بازیتون شروع میشه 1 2 3 برید آقا واسا قرمزه I fucked your daughter in my basement last night, motherfucker. یه بار دیگه گوش کن زن تو به من نشون بده خب ثبت کن بذار هر کی مونده بمونه آقا تبریک میگم به برندگان این بازی تبریک میگم آقا یه آهنگ بذار آهنگ زنم اولین نفر رسیدم دوستان بیاید دنبال من آقا واسه یه توضیح راجع به بازی لیمون پشت سر من آقا یکی با مای مینی اومد آجی یکی با مینی اومد بزنیدش کشته شو حله من توضیح نمیدم هم میدونم پل شیشه ایه زیر این پل شاتگان ترپ کار گذاشته شده اگه کسی از دست شاتگان ترپ زنده بمونه خودم به شخصی میکشم موفق باشید آقا زودتر برید اگه نرید تا 3 ثانیه دیگه میگم ادمین همتون رو بکشه چیا پوریا برو سمت راسته یکیتون بیاد آقا سمت راسته آقا یا برید یا همه میمیریم تا 3 ثانیه میشمارم بعد 3 ثانیه قتل عام میشید 1 2 یکی بره رفت پشمام من دارم بهتون راست میگم سمت راسته پشمام برو آی سیاپوس شما خیلی خوش شانسی برو بعدیو برو نه محمد من شانسم نمیخورم آقا بیاین من جلو میشم شما بیاین تو اومد به مولا بیا بابا پشمام بیاین آقا بیاین پشمام ببین ای وای خب مرد خب بعدی مشخص ای بابا عالی بود آقا
کنار. برید بچه دوباره هول برید ندی هول ندی بچه هول ندی برید زود هول باشید ندی داداشا اگه نرید میمیرید 1 2 باش آقا حالا که اینجور شد سیاه ها اول باید سیاه ها همیشه شانسشون خوبه سورنا برو نجات پرست برو آقا این درسته اینی که من روش واسدادم درسته اینی که من روش واسدادم چیزی زیرش نیست هر کی دروغ بگه. A few moments later. تقلب نداریم بعد بودو بیا تمومه بودو ماشاءالله بودو بیا تمومه بیا ماشاءالله بیا آخرین نفرم بیاد آقا بازی بعدی از این قرار بازی شانس شما 2 تا حق انتخاب دارید یا میتونید با گردونه مرگ شانستون رو امتحان کنید یا میتونید با ایموت سنگ کاغذ قیچی کردن با یعنی 2 به 2 سنگ کاغذ قیچی میکنید آره هر کی یه تیم رندوم ما ادمینا براتون انتخاب میکنیم 2 به 2 الان 6 نفری میشه 3 تا تیم 2 نفره اوکی و ادامه بازیتون میپردازید آقا بفرمایید آقا بم نرید به دکوراسیون رو نگاه به دوستان شما تیم اول هستید یعنی آقای هانک و آقای رضا ماروی خب شما هم بیاید دنبال هم میتونی پسر شما هم بیاید شما دوتا هم برین این بر دونه نوبتی بازیاتون کنید بین گردونه و سنگ کاغذ باشی کدوم انتخاب کنید در آقای هانک بسم الله آقا میمیره این ناموس شما سرخود نزنی اوه واسا مردی وایسا نکشید حالا کار داریم حالا آقای رضا ماروی شما هم بزن ببینیم چه میشه آقا شانس چجوره هشتم شما زنده بودی آقای هانک میمیره بسم الله آقا خیلی هم عالی آقا بیا بیرون شما آیا عدی نکن 2 دقیقه خب کدومتون اول میخواد شروع کنیم گردونه یا سنگ کاغذ قیچی؟ هر کدومی که خودتون میدونید من سنگ کاغذ قیچی ندارم گردونه. خب گردونه اوکی نفر اولتون کیه من میزنم داشم. آقای کوین چی بیفته الان؟ کیهان ببین کیان اوکی کیان زنده موند محمد مافی واسا خوشحال نشد محمد مافی شما گردونه بزن نه همیشه شانس بد برو خدا خب آقای محمد چیز کشته میشه اول آقای اینو میزنم برای آقای ایمپایر آف پرشیا ببینیم شانس چطور غذا گوشت انسان میگیم برای من اول داری میزنی برای آقای ایمپایر آف پرشیا الان چی میاره خب شما تا اینجا مرد توانیه آقای کی حالا توانیه کنار دارم توانیه این مسابقه بازنده نداره این مسابقه همیشه برنده پشمام آقا کی برنده میشه مساویه یه بار دیگه نه آقا حرف آخر چیه نکن وایسا حرف آخرم خیلی خوشحال شدم دیدمتون من به این نیاز داشتم ولی بهش نرسیدم قربونش نور و معرفتت یه پیام بخوای برای ویورا بگی چی میگی شما در خداحافظ شما قربون دارم حرفم اینه چرا اسمش پرودار آقا من حرفم اینه که خب بگو میشنم تنها حرفم اینه که بگو تنها حرف چیه دیگه حرفی ندارم میشه نوبت بله دوست عزیز خودشو کش بیاین دوستان یه نفر کم الان 3 نفرین و در واقع با 2 نفر باشید اوکی الان 2 تا کار میتونیم انجام بدیم یک به 3 تاتون بدیم یا به 2 نفرتون بیاید کلاس این دیگه با خودتون تصمیم میگیرید
دقیقه ما میریم یه گوشه شما صحبتاتون رو آره شما صحبتاتون رو فکراتون رو بکنید نتیجه نهایی رو بهم بگید. شب مسته بابا چقدر کم جمع بسته بابا خیلی شرمندم داداشا برو بد مرسی چرا رفتی رو لایف جلو جم حالا یکی باید کنه تو رو جم جلوم کن دو کن انگا پرو حله وی آی پی بین ستا. خب پس تصمیم گرفتید که ستاتون وی آی پی بگیرید و کسی نمیخواد وی آی پی پلاس بگیره، درسته؟ بله. خیلی هم عالی. بایستید آقا اول تبریک میگم بهتون، برنده های باشعور و خوششانس ایونت بودید. مبارکتون باشه. نوکرم آقا نوکر. ایشالله که چرخش براتون بچرخه. آقا بچه‌ها یه حرف بخواید به بچهای یوتیوب بزنید چیه؟ ببین اینا من که هر بازی این دی اس گیم های روش همیشه که برنده میشم. میشه برنده میشه. عالی. آقا عالی بود دیگه، همه چی خوب بود. خب از نظر شما پرشین گلف چه سروریه؟ خیلی سرور عالیه. به نظر من به بچه‌ها بگیم بیان. خیلی هم عالی. بچه‌ها امیدوارم که برنده ایونت های بعدی هم شما باشید و تا درود دیگر بدید. فعلا خداحافظ.